صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خدای عادل و خدای بخشنده و رحیم، تو را شکر و سپاس میگوییم که عیسی مسیح را به این جهان فرستادی تا منجی و نجات دهنده ما انسان‌های گناهکار و گمراه شود. تو را شکر میکنیم که به وسیله او محبت بی انتهای خود را نسبت به ما آشکار ساختی. تو را شکر و سپاس میکنیم که کفاره‌ای که او برای گناهان ما پرداخت قبول کردی تا ما را از مجازات مرگ برهانی. تو را شکر میکنیم که عیسی مسیح مصلوب گردید و مرد و تو را شکر میکنیم که او را از مردگان برخیزاندی تا به ما این اطمینان را ببخشی که هر کسی که به او ایمان بیاورد و در راه او قدم بردارد و از او پیروی کند حیات جاودانی خواهد یافت. ما ایمان میآوریم ای خدا، ما ایمان به مسیح زنده می آوریم و خود را تسلیم اوامر مقدست می کنیم، زیرا می خواهیم همانند منجی زنده خود عیسی مسیح در ملکوت تو شریک و سهیم باشیم. می خواهیم که سیرت و صفات تو را در زندگی خود آشکار کنیم. جلال و بزرگی و شکوه و عظمت و قدر و قدرت از آن تو باد ای خدای قدوس و عادل و محبت و ای پدر آسمانی. دعا و سپاس ما را به نام یگانه مقدس خود و نجات دهنده ما عیسی مسیح بپذیر ای یکتا خدا که تو عادلی و بی نظیری و بی همتا و یکتا. دعای ما را بشنو ای خدا. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، فیض و محبت خدا یکتا با شما باد. امیدوارم که در این ساعت خود را از پریشانی های دنیا آزاد ساخته و غم و اندوه و مشکلات و ناراحتی های خود را تقدیم خدا کنید. به حضور خدا بیاورید تا شفا و سلامتی و آرامش را از او یافته و بتوانید با خیال راحت به پیام و کلام مقدسش گوش کنید. خدا خدای شفا دهنده است. عیسی مسیح به ما تعلیم فرموده است که اگر مریض هستید به حضور خدا بیا با ایمان و شفا را از خدا بیاب. در برنامه این ساعت توجه خود را به آخرین آیات کتاب مقدس انجیل لوقا جلب می‌کنیم و از برنامه آینده به تورات مقدس روی آورده و کلام خدا را که به حضرت موسی عطا شده است با هم می‌خوانیم. فصل 24 انجیل لوقا سخن از رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و ظهور او به شاگردان و پیروانش و سرانجام صعودش به آسمان می باشد. در برنامه گذشته 12 آیه اول فصل 24 را خدمتتون خواندم و دیدیم که چگونه خدا عیسی مسیح را در روز سیوم از مردگان برمیخیزاند و او به شاگردان و زنان و مریم مجدلیه ظاهر میشه.
حالا از شما دعوت میکنم که به بقیه آیات توجه فرمایید. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. از آیه 13 الی آخر فصل 24 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، عیسی مسیح خیشتن را برای چندمین بار پس از مرگ و رستاخیزش به پیروان و شاگردانش ظاهر می‌کند و بدین وسیله آنها یقین پیدا می‌کنند که در واقع خدا عیسی را از مردگان برخیزانیده و خداوند و مسیح موعود آنها میباشد. بر اثر این وقایع است، یعنی بر اثر ظهور عیسی مسیح به شاگردان پس از مرگ و یا بر اثر رستاخیز عیسی مسیح، که شاگردان عیسی مسیح دیگر هر نوع شک و تردیدی که نسبت به خداوند بودن او داشتند از خود دور می‌کنند و از این زمان، یعنی از قیام عیسی مسیح از مردگان تا به آخر، نسبت به عیسی مسیح وفادار بوده و حتی همه آنها به خاطر ایمان به عیسی مسیح و به خاطر شاهد بودن به رستاخیز عیسی مسیح شهید می‌شوند. آنها عیسی مسیح زنده، مسیح قیام کرده از مردگان را با چشمان خود دیدند و با دستهای خود او را لمس کردند. آیه 13 می‌فرماید: و اینک در همان روز 2 نفر از ایشان به سوی قریه‌ای که از اورشلیم به مسافت 60 تیر پرتاب بود و امواس نام داشت می‌رفتند و با یکدیگر از تمام این وقایع گفتگو می‌کردند. مقصود از همان روز یکشنبه است، یعنی روزی که عیسی مسیح از قبر قیام کرده بود. 2 نفر از ایشان یعنی پیروان عیسی مسیح و نه شاگردان یا رسولان او. به عبارت دیگر 2 تا دیگر از افرادی که به عیسی مسیح ایمان داشتند و جزو شاگردان مسیح نبودند. حالا اسم یکی از این 2 نفر کلوپاس بود که در آیه 18 بعداً به آن اشاره شده است. این آیات میگه که این 2 پیرو درباره آنچه که زنان گفته بودند، یعنی قیام مسیح از مردگان، در راه داشتن با هم صحبت میکردند. در حالی که داشتن با هم صحبت میکردند، ناگهان عیسی مسیح به آنها ظاهر میشه، ولی عیسی مسیح خود را به آنها معرفی نمیکنه، نمیشناسانه. در عوض همانند مسافری در راه همسفر آنها میشه. چشمان بصیرت آنها بسته شد تا او را نشناسند، یعنی عیسی مسیح به میل خود مانع شد از اینکه آنها او را بشناسند و دلیل آن اینه که آنها بدن جلال یافته عیسی بعد از قیام از مردگان را نمیتونستن تشخیص بدن. به عبارت دیگر بدن جلال یافته عیسی بعد از قیام از مردگان با بدن وی قبل از صلیب شدنش تفاوت داشت و دیگر اینکه وی در مواقع مختلف با اشکال گوناگون بر شاگردان ظاهر می شده است. حالا گوش کنید به آیات این قسمت از کلام خدا. او یعنی عیسی به آن 2 نفر گفت: چه حرف است که با یکدیگر میزنید و راه را به کدورت میپیمایید؟ یا چه مطلبی سبب شده که شما اینقدر اندوهناک و افسرده هستید؟ یکی از آنها که کلوپاس نام داشت در جواب عیسی گفت: مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هستی و از آنچه در این ایام در اینجا واقع شده واقف نیستی؟ به ایشان گفت: چه چیز است؟ گفتندش درباره عیسی ناصری که مردی بود نبی و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم، و اینکه چگونه رؤسای کهنه و حکام ما او را به فتوای قتل سپردند و او را مصلوب کردند. اما ما امیدوار بودیم که همین است آنکه میباید اسرائیل را نجات دهد و علاوه بر این همه امروز از وقوع این امور روز 3 است و بعضی از زنان ما را به حیرت انداختند. آنها بامدادان نزد قبر رفتند و جسد او را نیافتند و گفتند که فرشتگان را در رویا دیده ایم که گفتند او زنده شده است. و جمعی از رفقای ما به سر قبر رفته آنچنان که زنان گفته بودند یافتند، لیکن او را نیافتند. دوستان عزیز، در این آیات ملاحظه می‌کنیم که عیسی مسیح خود را به صورت یک غریبه به این 2 پیرو ظاهر می‌کند و از آنها میپرسه که درباره چه چیزی دارن گفتگو میکنن. این 2 نفر تعجب میکنن از این سوال. چرا؟ چون همه شهر اورشلیم میدانستند که در این روزها چه شده بود. آیا ممکن بود که این رفیق تازه راه یعنی عیسی غریبه بوده و دیر به اورشلیم اومده و برای عید فصح دیر کرده؟
و یا چیزی در این مورد ندانسته باشه، برای همین بود که آنها تعجب می‌کردند، چون واقع صلیب عیسی مسیح در تمام شهر شیوع پیدا کرده بود. همه شاهد آن بودند. این دو نفر وقتی از مرگ عیسی آگاهی یافتند، دیگر ایمان خود را نسبت به عیسی مسیح مبنی بر اینکه او مسیح موعود بود از دست داده بودند و در نتیجه او را جزو یکی از انبیای بزرگ می‌پنداشتند. در آیه 21 آنها میگویند که ما امید داشتیم، یعنی انتظار ما این بود که عیسی سلطنت خود را برقرار کرده و اسرائیل را هم از تحت سلطه رومیان و همچنین از گناهان نجات بدهد. به عبارت دیگر این دو شاگرد نفهمیده بودند که عیسی واقعا به وسیله مرگ و رستاخیزش اسرائیل را، نه فقط اسرائیل بلکه تمام دنیا را نجات داده است. و سپس در دنباله گفتارشان به عیسی مسیح میگویند اکنون 3 روز است که از آن وقایع یعنی صلیب و مرگ او میگذرد. و سپس از آیه 23 این دو پیرو شهری را که زنان راجع به نبودن جسد عیسی در قبر گفته بودند و آن را قبول کرده بودند ولی باور نمی‌کردند که آنها با چشمان خود فرشتگان را دیده باشند، برای عیسی مسیح بیان می‌کنند. برای همین است که این دو نفر میگویند که زنان فرشتگان را در رویا دیدند که به آنها گفتند مسیح زنده است. مقصود از همراهان ما همان پتروس و یوحنا است. به عبارت دیگر معلوم میشه که این دو پیرو عید فصح را با شاگردان عیسی مسیح گذرانیدند و روز شنبه با پتروس و یوحنا بوده و چه بسا اول روز یک شنبه نیست. برای همینه که اطلاع داشتند که همراهان ما یعنی همراه و هم عقیده ما پتروس و یوحنا این واقعیت را نیز تایید کرده. وقتی که عیسی مسیح صحبت آنها را میشنود، برای اینکه آنان را متوجه حقانیت الهی کند و به آنها نشان بدهد که مرگ و صلیب او یعنی آنچه که به وقوع پیوسته و قیامش مطابق نقشه خداوند و بر طبق پیشگویی‌های تورات است و اینکه مسیح موعود میبایستی زحمت بکشه و مانند یک بره قربانی جانش را فدا کند، شروع به تعلیم دادن آنان میکند که اجازه میخوام از آیه 25 آیات را براتون بخونم. میفرماید او یعنی عیسی مسیح قیام کرده بدیشان گفت ای بی فهمان و سست دلان، ای بی فهمان و سست دلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفتند. ببینید دوستان، مسیح آنها را کندذهن و نفهم نسبت به عدم درک پیشگویی‌ها و نبوت‌های تورات و انبیا می‌کند. به زبان ساده‌تر به آنها میگه که چرا آنچه که در تورات و صحف انبیا آمده است را درک نمی‌کنید. دوستان عزیز، در اینجا باید اضافه کنم که یکی از دلایل صحت کلام خدا و دقت بیانات نویسندگان کلام خدا اینه که آنها بدین طور خود را احمق و غیر روحانی معرفی می‌کردند و این صداقت آنها را میرسونه. زیرا اگر میخواستن دروغ بگویند اول از همه خطایای خود را میپوشانیدن، ولی کلام خدا همه را آنطور که هست بیان کرده. در آیه 26 مسیح میگوید مگر شما نمیدانید و یا نمیبایستی که مسیح این زحمت را ببینه تا به جلال خود برسه؟ به عبارت دیگر زمانی مسیح به جلال خود میرسه که بایستی این زحمات را تحمل میکرد. در ادامه گفتارش در آیه 27 اینطور میخوانیم مسیح پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. یعنی عیسی مسیح از کتاب‌های تورات پیشگویی‌هایی که در رابطه با خود او بود برایشون بازگو میکنه. این پیشگویی‌های عمده در کتاب پیدایش فصل 3، فصل 22، کتاب خروج باب 12 و کتاب 4 تورات یعنی اعداد فصل 21 و 24، کتاب 5 تورات یعنی تثنیه فصل 18، کتاب اشعیا نبی فصل 7، 9، 11، 10 و 12 و فصل 52، کتاب ارمیا نبی فصل 14 و 15، کتاب حزقیال نبی فصل 23 و میکا نبی فصل 2، زکریا نبی فصل 12 و 13 و سرانجام ملاکی نبی فصل 3 می باشد. دوستان، تقریبا در هر کتاب عهد عتیق یک اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به عیسی مسیح شده است. حالا گوش کنید به آیات 28 الی 35. می‌فرماید و چون به آن دهی که عازم آن بودند رسیدند، او قصد نمود که دورتر رود، ولی ایشان الحال کرده گفتند که با ما باش، چون که شب نزدیک است و روز با آخر رسیده است.
پس داخل گشته با ایشان توقف نمود و چون با ایشان نشسته بود نان را گرفت، برکت داد و پاره کرد بدیشان داد که ناگاه چشمان ایشان باز شده او را شناختند و در ساعت از ایشان غایب شد. پس به یکدیگر گفتند آیا دل در درون ما نمی سوخت وقتی که در را با ما تکلم می نمود و کتب را به جهت ما تفسیر می کرد؟ پس در ساعت برخاسته به اورشلیم مراجعت کردند و آن 11 را یافتند که با رفقای جمع شده می گفتند خداوند در حقیقت برخاسته و به شمعون ظاهر شده است. و آن 2 نفر نیز از سرگذشت راه و کیفیت شناختن او هنگام پاره کردن نان خبر دادند. این 2 پیرو مسیح وقتی به انواس میرسن یا ده خودشون از عیسی مسیح میخوان که شام را با آنها صرف کند چون غروب بود. حالا عیسی دعوت آنان را میپذیره ولی آنها هنوز نمیدانستند که این مهمان چه کسیه. بر حسب رسم یهود از مهمان میخوان که نان را با دعای خیر و شکرگزاری برکت دهد. وقتی عیسی مسیح نان را میگیرد و برکت میدهد و آن را تکه میکند و به آنها میدهد، چشمان آنها باز میشه. یعنی آنها از دعا و رفتار و چه بسا از جای میخها در دست عیسی مسیح متوجه میشوند که مهمانشان همان عیسی مسیح خداوند زنده است، همان عیسی قیام کرده از مردگان است. آیه 31 میگوید چشمانشون باز شد، به اراده مسیح چشم دل آنها باز شد و آنها او را شناختند. بعد از آن که آنها مسیح را شناختند، مسیح ناپدید و نامرئی شد. او بعد از قیام از مردگان قادر بود در هر جا و هر وقت و به هر شکلی که میخواست ظاهر شود، زیرا بدن تازه داشت. پس این 2 نفر با اشتیاق فراوان بدون اینکه شامشون رو تمام کنند به طرف اورشلیم مجددا حرکت میکنن و خود را به جایی که رسولان عیسی مسیح بودن میرسونن و میخوان با خبر خوش رو به رسولان بگن که ما مسیح رو دیدیم. آنها با شوق و ذوق فراوان شروع میکنن به آنها خبر بدن که بله ما مسیح زنده را دیدیم. ولی متوجه میشن که شاگردان هم دارن میگوین که بله مسیح زنده شده و حتی پتروس هم او را دیده. آنها حرفهای زنان را قبول نکرده بودند، اما حرف پتروس و این 2 شاگرد را نمیتوانستند رد کنند. همه در یک حالت خوف و شوق و یک جنبش درونی بودند. همه ذوق زده بودند که مسیح آنها، منجی آنها، مولای آنها، خداوند آنها زنده شده که به ناگهان آنچه را که میخواستند ولی انتظارش رو نداشتند به دست میآورند و آن شاهد شدن با چشمان خودشون، یعنی مسیح زنده را میبینند. از آیه 36 اینطور میخونیم و ایشان یعنی شاگردان در این گفتگو بودند که ناگاه عیسی خود را در میان ایشان ایستاده به ایشان گفت سلام بر شما باد، سلام بر شما باد. اما ایشان لرزان و ترسان شده گمان بردند که روحی میبینند. پس عیسی به ایشان گفت چرا مضطرب شدید و برای چه در دلهای شما شک روی میدهد؟ دستها و پاهایم را ببینید، ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد چنان که می‌نگرید که در من است. این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. و چون ایشان هنوز از خوشی تصدیق نکرده در عجب مانده بودند، به ایشان گفت چیز خوراکی در اینجا دارید؟ پس قدری از ماهی بریان و از شانه عسل به وی دادند. پس آن را گرفته پیش ایشان بخورد. دوستان عزیز، در این 7 آیه ملاحظه می‌کنیم که عیسی مسیح زنده خود را به شاگردان و پیروانش آشکار می‌کنه و شک و تردید آنها را به یقین مبدل می‌سازه. نکته بسیار بسیار مهم در این آیات اینه که عیسی مسیح برای اینکه شک و تردید آنها را از بین ببره و به آنها ثابت کند که او شبح و یا خیال نیست، بلکه خودشه، او یک روح نیست بلکه یک انسان واقعی زنده شده است، صاحب بدن خود مسیحه، نه فقط میگوید که خودش صاحب گوشت و استخوانه، بلکه 2 بار دقت کنید 2 بار به شاگرداش میگوید که به دستها و پاهایم بنگرید، دستها و پاهایم را بنگرید تا بدانید، تا مطمئن باشید که من همان عیسی هستم که مصلوب شدم، همان عیسی مسیح هستم که مصلوب شدم و مردم و حالا زنده شدم.
راستی دوستان عزیز، چه دلیلی در دستها و پاهای مسیح بود که ثابت میکرد که این مسیح واقعی که قیام کرده؟ چرا عیسی مسیح دستها و پاهایش را برای اثبات رستاخیز خودش و اینکه خود اوست که مصلوب شده به کار میبره؟ دلیل آن این بود که دوست من، دستها و پاهای عیسی مسیح در اثر میخها وقتی که بر صلیب بود سوراخ شده بود و هنوز جای زخم آن میخها نمایان بود. و همین بهترین دلیل بود که آن شخصی که دارد با آنها صحبت می کند خود عیسی مسیح مصلوب شده است و اکنون زنده شده و برای اینکه آنها را مطمئن سازد میگوید بیایید بنگرید، دست بزنید، لمس کنید و بدانید که من هستم. جای میخایی که در دستهایم رفته، در پاهایم زدن، ببینید، تماشا کنید، لمس کنید. بدن جسمانی مسیح به بدن روحانی تبدیل یافته بود، اما نوعی بود که می توانست بدین طور خود را در جسم و در هر وقت بخواهد ظاهر کند و این امر شادی شاگردان را بی اندازه زیاد کرد. شاگردان ترسو و ناامید، شاگردان افسرده و ماتمزاده اکنون از شوق دیدار منجیشان، آن هم منجی زندهشان، دارن پرواز می‌کردند. و دوستان عزیز، این را بدانید و آگاه باشید، همانطور که خود عیسی مسیح فرموده، افرادی بوده و خواهند بود که ادعا خواهند کرد که آنها آن مسیح موعود هستند، آنها نجات دهنده جهان هستند، آنها آخرین پیام آور خدا هستند. حرف آنها را نباید پذیرفت و به قول مسیح نباید فریب این پیامبران کاذب را خورد، حتی اگر معجزات عظیمه را هم بکنند. مسیح میگوید فریب آنها را نخورید. بله، مسیح دوباره میاد و ما باید منتظر او باشیم، اما ما نباید فریب مسیحای دروغین بخوریم. حالا سوال اینه که چطور میتوانیم مسیح موعود را از مسیح کاذب و دجال تشخیص بدهیم؟ جواب همون دلیلی است که مسیح به شاگردانش داد و آن اینه که به وسیله دستها و پاهایش. ای عزیزان، من ایمان دارم که جای میخا در دستها و پاهای مولای من تا ابدالآباد باقی خواهد بود. بله، ما عیسی مسیح زنده را وقتی که بیاید به وسیله دستها و پاهایش نیز خواهیم شناخت، زیرا در آنجا مهر صلیب را دارد، جای دستهایی که در آن سوراخ شده است. و دوستان عزیز، من میدانم، یقین دارم که این جای میخها در دستها و پاهای مولایمان باقی خواهد بود تا ابدالآباد، تا ما به خاطر بیاوریم، همیشه به خاطر بیاوریم که به خاطر فداکاری و جانبازی او بود که امروز وارد ملکوت خدا شده ایم. به خاطر صلیب و مرگ و رستاخیز او بود که اکنون در حضور خداییم و به خاطر صلیب و مرگ و رستاخیز او بوده که ما جزای گناهانمون رو تحمل نکردیم و از غضب خدا رها شدیم و به حضور خداوند آمده ایم. لطف خدا را چشیدیم. آری، مسیح حقیقی را باید به وسیله دستها و پاهای زخمی و سوراخ شده را بشناسیم. مسیحی که بر روی صلیب جانش را به خاطر من شما فدا کرد. و ما آیات 44 الی 53 درباره تودی و صعود عیسی مسیح به آسمان است و خلاصه از تعالیم عیسی مسیح در مدت 40 روزی است که پس از رستاخیز از مرگ به آسمان صعود نمود. زیرا 40 روز بعد از قیامش او به همراه شاگردانش به بیت عنیا و بالای کوه زیتون میره و در آنجا به آسمان صعود میکند. میگوید و به ایشان گفت همین از سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم که ضروری است که آنچه در تورات موسی و صحف انبیا و زبور داوود درباره من مکتوب است به انجام برسد. و در آن وقت ذهن شاگردان را روشن کرد تا کتاب را بفهمند و به ایشان گفت بر همین منوال مکتوب است و بدین طور سزاوار بود که مسیح زحمت کشد، کشته شود و روز سیوم از مردگان برخیزد. و از اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها به نام او کرده شود و شما شاهد بر این امور هستید. و اینک من موعود پدر خود را بر شما میفرستم، پس شما در اورشلیم بمانید تا به قوت از حضرت اعلی آراسته شوید. پس ایشان را بیرون از شهر تا بیت عنیا برد و دستهای خود را بلند کرد و ایشان را برکت داد. و چنین شد که در حین برکت دادن ایشان از ایشان جدا شده به سوی آسمان بالا برده شد. پس شاگردان او را پرستش کرده با خوشی عظیم به سوی اورشلیم برگشتند.
دوستان عزیز، عیسی مسیح به شاگردان بصیرت روحانی عطا می‌کند تا معنی و علت مصلوب شدنش را دریابند. من و شما نیز ای عزیزان برای درک اسرار الهی نیازمند این بصیرت روحانی هستیم. نجات بشر در صلیب عیسی مسیح است و البته درک آن نیازمند بصیرت الهی و روح القدس است. خدا کند امروز طالب روح خدا باشید. سپس عیسی مسیح امر می‌کند که شاگردانش در اورشلیم بمانند تا آن موعود بیاید. مقصود از موعود روح القدس است، روحی که آنها را ملهم می‌گرداند تا به تمام دنیا بروند و پیام مقدس انجیل را به سمع مردم برسانند. و پیام انجیل در 3 کلمه در اینجا خلاصه شده است. می‌فرماید از اورشلیم شروع کرده، دقت کنید، پیام این است: موعظه به توبه کنید، یا مردم را دعوت به توبه کنید و به آمرزش گناهان، یعنی به طرف من برگردن تا گناهانشون بخشیده بشه. مسیح از همه مردم عالم دعوت می‌کند که به سویش بیایند تا نجات بیابند و می‌فرماید از اورشلیم شروع کنید تا به تمام دنیا بروید. و ای عزیزان، برای همین دلیل که ما امروز پیغام انجیل را به سمع شما میرسونیم تا شما را از نجات و فیض خدا آگاه کنیم. زیرا مسیح به ما امر فرموده است که به شما این مژده الهی را بدهیم. زیرا یگانه مسیح است که میتواند ما را نجات بده. او نجات دهنده زنده و حقیقی است که به آسمان رفت و به زودی به این جهان برمیگردد. و سعادتمند کسانی هستند که بر او ایمان آورده و در ایمان به او وفادارند و پیام حیات را نیز به دیگران میرسانند. دوستان عزیز، ما مطالعه انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا را در اینجا به پایان میرسانیم و همونطوری که ملاحظه میکنید وقت ما نیز به پایان رسیده. خدا یار و یاورتان باد. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمیگردد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می‌کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.